سلام خدمت یکایک دوستان به تریویت. این 4مین قسمت داستانهای چرت و پرت هست. این 8 تا این 4مین قسمت داستانهای چرت و پرت هست. اگه نمیدونید داستانهای چرت و پرت چیه، باز به صورت کوتاه براتون توضیح بدم. داستانهایی که از دل رودم به صورت مستقیم در میاد و براتون میخونمش. زیاد کنم، تقریبا اصلا ویرایش نمیکنم. یهو هر چی بداهه به ذهنم بیاد و مینویسم، بعد براتون میخونم. ادیت آنچنانی هم روش نمیکنم، ادیت ریزی خودم میزنم روش. بعدشون هم براتون بگه که اگه داستانهای چرت و پرت ندیدی، این پلیلیستشو بالاها براتون میذارم. 3 تا قسمت دیگه هم داره که اونها هم ببینید. یه دونه قسمت هم توی کانال انیمیشن هم داره که اونم میتونید برید ببینید. بریم که داستانهای چرت و پرت با هم ببینید. بیتا دست ها بابا، این یه سرقت مسلحانه هست. منظورت اینه که دستا بالا؟ آره دیگه، مگه من چی گفتم؟ گفتی دستا بابا. جدی؟ چه جالب. خب حالا هرچی پول دارید و بدید به من. من پول نقد ندارم با خودم. عیب نداره، هیچ قصه نخور. من با خودم کارت خان دارم. تو که اونجا هستی؟ بیا این کارت خان بده، خانم کارت بکش بره من. داداش، من 3 روز اینجا دراز کشیدم، از گرما دارم میپزم. بلند نشدم پنکه رو روشن کنم، بعد پاشم بیام تا اونجا کارت خانو بردارم، دوباره بلشم برم پیش اون خانم بدم اون خانم کارت بکشه. حالا آیا کارت خان کارت بکنه یا نکنه؟ حالا آیا رمز درست بزنه یا نزنه؟ بعد حالا کارت خانو بردارم بیارم دوباره پیش تو، بعد تو از من بگیری، دوباره بخزم بیام سر جام، بعد دوباره انر الک برم کنترل پنکه رو پیدا بکنم. نمیتونه. هی بابا، خب تو بیا این کارت خان ببر، خان کارت بکش بر من. من جز برای زلال دیلان قدمی از جای بر نمیدارم. حال که این دخترک چون زحاک سنگ دل و تو چون دیو 2 سر و من چون کره. خیلی خوب. با سنم چون سنگ محکم و سینه‌ام سپه. چه دیگه؟ نخواستیم توضیح نده. و چشمانم چون 2 لعل. خب دیگه متوجه شدم، همه توضیح ند به من. لبانم خب حتما باید با تیر میزدمت که تموم کنه. خب تو بیای کارت خانه ببر اونجا کارت بکشه. داشتم لحن من نگاه کن، خستگی توش موج میزنه. این داشتمون که 3 روز کنترل پنکه رو بر نداشته، 2 واحد کلاس گشاده پیش من پاس کرده. من نیز 2 واحد گشادی، 2 واحد روانشناسی، 2 واحد فنون رزم، 2 واحد پرش ارتفاع طول و عرض، 2 واحد. عجب جون زیادی داره. آقا تو بیا اینو ببر. اگه میخوای من این کارت خان ببرم تا اونجا، تا آخر این ویدیو نگاه کن. این ویدیو به 10 تا از آبروریزی‌های بزرگی که استریمرهای مثل میا پریز داشتن اشاره میکنه. شماره 1. ای بابا، این هم که مرد. هی خانم، خودت بیا کارتو بکش تا من نکشتمت. الان دوباره نگاه کردم دیدم کارتمو خونه جا گذاشتم. هی بابا، من 8 ساعت اینجا دارم خودم پاره میکنم، کارتتو جا گذاشتی. من دیگه 1 دقیقه هم اینجا نمیمونم. من میرم گاز دارم آب بدم بیدیم خالقت بدیم. این بود یکی دیگه از قسمت‌های داستان‌های چرت و پرت. اگه دوست دارید بازم داستان‌های چرت و پرت زیادتری بذارم براتون، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. اگه دوست دارید براتون داستان‌های چرت و پرت زیادتری نذارم، هم توی کامنت ها برام بنویسید که نذار از اینا دوست نداریم. اینجوریا تا گلزیلاش میکیری دیگه. بید بر خودتون بچرخید.